با عرض سلام و درود، نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با سخن سر مطلب‌های ترانسفری از فوتبال تاجیک شروع می‌کنیم. غرقشوی خوجند در بطلاق ناکامی لیگ عالی و در فرصت‌های اخیر کلاویده خود را نجات دادن یکی از گرندهای اساسی فوتبال تاجیک از نرفتن به لیگ یکم که فلاکت اساسی فوتبال باشگاهی بود، این دسته را مجبور کرد تا در پیشروی موسم نوین در بازار دست به کار شود. ولی نخست باید به قول مربی ساز یافت و بعداً شاگردان نو را هم پیدا نمود. سرمربی فعلی باشگاه خوجند فروخ مرافیه باشد از دسته پرواز پیشنهاد همکاری در دست داشت، ولی خوجند مانع این همکاری گردید. احتمال فروخ مرافیف به زودی به حیث دیرکتور ورزشی دسته تعیین گردیده بهر رفع بهسر و سامانی ها در لانه عقابان کار را سر می کند. اگر گپ سری مربی نو رود، اینجا می توان گفت که احتمال از خارج متخصص دعوت کرده شود. گپ و خبرهایی که گویا راهبریت دسته خوجند پیشنهاد جای کار به پیر کار و سابق سرمربی دسته پامیر دوشنبه یوری سیامین ارسال کرده است، الکی پاسخش را دریافتند. یوری پاولویچ 76 ساله این پیشنهاد را رد کرده است و فکر میکنم کاری خوب هم کرده است، زیرا در دم پیری و خیر خوش با این دنیای فانی و در گرداب مشکلات لانه عقابان سرزنی به از دست دادن حالت روانی و ناجوری حیاتی از آن نمیتوان بیرون شد. یوری پاولویچ را بهترش در جای براحت راندن دولت پیری قلی‌تر است، نظر به آنی که در فوتبال ما سرش را گرنگ میکند. مربی دیگری روسی تاجیکستانی که ایگور چریفچنکو نام دارد و موسم اخیر در استقلال سرمربی بود، به گفته این تیم را ترک کرده است. قرارداد همکاری میان باشگاه شهر دوشنبه و ایگور گنادیویچ رسما 31 دکامبر سال 23 به پایان میرسد. باقی ماندن چریفچنکو در استقلال و تمدید شرطنامه امکان ناپذیر است، چون استقلال الکی در جستجوی سرمربی نو است. چریفچنکو باشد در استقلال به مربی هم قهرمان در کشور 12مین قهرمانی کشور را سهمگذار شد و پیش از گرفتن جام تاجیکستان در شهر کولاب 3 مرتبه در مسیر موسم از روشن شکست خورد. بر زمین چریفچنکو توانست در 3 بازی خانگی مرحله گروهی لیگ چمپیون ها حتی به تیم های رونالدو کوتینیو هم گردن ندهد. سرگذشت ایگور گنادیویچ با همین در فوتبال باشگاه تاجیک خاتمه یافت و البته که مفزعهای زیبا منظری در الموسی و گشت و گذار دوشنبگی را به نیکی یاد می کند. فوتبال تاجیک همچنین یکی از دروازه‌بان‌های بهترین چمپیونات در ردیف رستم یتیموف از تیم روشن یوگنی گریتسنکو را از دست داد، زیرا دروازه‌بان دسته شهر کولاب را ترک نموده است. در این باره خودی دروازه‌بان در صفحه اینستاگرامش اعلان داشت. رفتن چنین دروازه‌دار و دروازه‌بان از لیگ ما معنی پرگل انجام یافتن بازی‌ها را دارد، زیرا در قیاس با گریتسنکو و یتیموف دروازه‌بانان دیگر لیگ ما گودسون مانند و خواب‌آلود و فوتبال بخبرند. با ادامه سخنسری بازیگرانی برایمان نزدیک میتوان گفت که دیور خولماتوف پسر سابق بازیکن تیم ملی تاجیکستان اکمل خولماتوف میتواند به دسته رستاوی لبیدان پیوندد. طبق معلومات برای عملی گردیدن این ترانسفر خودی سرمربی دسته والری کارپین به واسطه توجه ظاهر نموده است. دیور عین زمان در دسته پختکار هنرنمایی دارد و این موسم با پیراهن این دسته شهر تاشکند 2 گل و 3 پاس گلی به نامش ثبت کرده است. اگر شود و دیار هم به مثال الدار طریق رستاو را سمت فوتبال را پیش بگیرد، این یک ذره افتخار و پارچه برار برای تاجیکان نیز خواهد بود. برقرارترین فوتبال بازی تاجیک در چمپیونات ازبکستان و حریف همیشگی شگر در اکتاگون دوراتجان ارگاشی و اخیراً بعد فرصت‌های زیادی سروانی در بنیادکار اخیراً به متالورگی بکاباد می‌پیوندد. دفاعگر 35 ساله تاجیک از سال 2020 تا این دم در هیئت بنیادکار بازی کرده مدتی طولانی کاپیتان این دسته بود. در این موسم ارگاشیف در 21 آخری در همه مسابقه ها اشتراک کرده 1 گل زده و 2 پاس گلی به نامش ثبت کرده است. در مجموع فوتبال بازی تاجیک در هیئت بنیادکار 83 بازی 4 گل 4 پاس گلی انجام داده است. اگر بنیادکار را به دسته از جهت مقام و نیرومندی ضعیفتر عوض کند، زبان شیگر در مورد دعوت نکردن دوران به منتخب
درست‌تر می شود. بعد این نقطه گذاری به موضوع ترانسفرهای تاجیکی، اکنون می‌گذریم به سخن‌ها سر فوتبال کشوری بارانی. در وطن فوتبال نقشه‌های لیورپول در افزانه زمستانه ترانسفری الکی معلوم شدند. با قول اتلتیک، رفزانه زمستانه ترانسفری برای لیورپول الکی سر نشده محکم شده است. باشگاه احتمالاً کسی را در زمستان نمی‌خرد. رهبریت مرسیسایدی‌ها باور دارد که موقع‌های مشکل داشته تابستان راه حلشان را پیدا کردند و دیگر ضرور نیست تا نیروی نو به دسته ضم کرده شود. لیورپول اصلا با دقت از کارهای بازاری پیگیر بوده. اگر امکان شود یک ضربه ناگهانی از پشت خواهد زد، چگونه که گزارش کودی گاکپو عملی کرده شد. ولی عین حال هیچ نقشه عاید خریداری‌های نو نیستند. اگر مخلصان در دسته ژائو پالینیا یا اندره را انتظار بودند، پس ضرور می‌باید که تا تابستان سنگ تحمل در شکم ببندند. تا حال باشد باشگاه کارهای حل نشده با ترانسفرهای ژوئل ماتیپ و تییاگو آلکانتارا دارد. اگر به بازی‌های تیم کلوب نگریم، خریداری‌های زیادتی چی در کار، ولی اگر روغن محرک دستوی تا آخر موسم کمی نکند، پس کلی چیز برای مرغ آتشین جانان می‌شود. بازیگر برزیلی منچستر یونایتد کازیمیرو باشد، در ردیف هموطنان دیگر پیشنهاد سرپول و روغنین از عربستان سعودی دسترس کرده است و وریانت خیرباد با MU را بررسی می‌کند. با قول نشریه معروف اسپانی مارکا، نیم حمایتگر منچستر یونایتد می‌تواند از این فرصت مناسب پول کارکنی استفاده سری وقتی نماید. برزیلی در صف یونایتد از سال 22 برآمد داشته. موسم جاری غیر از 8 بازی و 1 گل باز یک عالم طعنه و ملامت و ناراضگی از تنهاگ میشنود، چیزی که او را تیزترک مجبور مینماید تا رفتار نیمار را به قول کپی پاست کند. سابق دسته کازیمیرو باشد میتواند سابق بازیگری خویش از MU که عین حال بازیگری فعلی خود همان تنهاگ است وران را بازپس به مادرید بیارد و کلی نیت‌ها هم به خاطر جراحت دوید آلابا می باشد. تیم مادریدی با امید عوض کنی بازیگران تندرستی از زمان خودی با قطار افتادگان خط دفاع را آهنچسب و بتون ریزی کند و در این باره ژورنالیستی نشریه بیلد کریستیان فالک سخن می کند و ممکن راست هم باشد، زیرا آلمانی ها دروغگویی ها قطعی آنقدر دوست نیستند. فوتبالباز فرانسوی در صف رئال از سال 2011 تا 21 برآمد کرده، سپس به صف یونایتد بر عوض 34.8 میلیون پوند گزارش انجام داده بود و با همین بهانه پولی بسیارتر گرفتن می‌خواست که به نظرم در منچستر آش حلال برایش نشد. موسم جاری پرمیر لیگ انگلیا وران 9 بازی گذرانیده، مهلت شرطنامه‌اش تا آخرین موسم است. به نظرم تا حال روز حساب دارد که کی از پرینسیپ‌های بی‌معنی تنهاگ خلاص می‌شود. دسته دیگری ضربه‌زن و دعواگر برای قهرمانی در انگلیا این آرسنال است که در این بازار با پولداران برای حمله ور می‌جنگد. برد ارتتا در این مبارزه بازاری آن است که خود حمله‌ور برنتفورد آیون تونی به خاطر امکانیت‌های قهرمانی کانونیرها را انتخاب کرده است. پیشتر خبر داده می‌شد که حمله‌ور برنتفورد همچنین برای چلسی و منچستر یونایتد پسند آمده است. با قول ایندیپندنت، تونی خود نیت پیوستن به آرسنال را در دل می‌پرورد. در نوبت خود باشگاه بران است که امضا کنی شرطنامه با تونی در ماه ینور امکانیت آرسنال را به قهرمانشوی بیشتر می‌کند، در حالی که نتیجه نابرقراری منچستر سیتی در این راه کمک رسان خواهند بود. قید کرده می‌شود که چلسی فرصت‌های طولانی وریانت ادامه‌دهی مسند ورزشی برای تونی دانسته می‌شد، ولی تیم پاچتینو بدون فروش بازیگران در ماه ینور به دعوت تونی قادر بودن نمی‌تواند. همچنین تاتنهام که نسبت این حمله‌گر توجه دارد، دقت خویش را به بازیگرانی نسبتاً جوان‌تر کرده است. انتظار می‌رود که برنتفورد از برای حمله‌ور خویش قریب 80 میلیون یورو طلب می‌کند. یادآور می‌شوم که عین حال آیون وابسته به قضیه شرطبندی مجازات را پس سر نموده سنه 16 ینور به میدان برمیگردد. این فوتبالباز 27 ساله انگلیس که به میدان نآمده به قول چنین پرابلم‌ها دارد، پس کفالت نیست که در وقت بازی‌ها برای قهرمانی آرسنال نیز شرکت‌های بوکمیکری را خبر می‌گیرد.
همزمان برای منچستر یونایتد و بارسا امادو آنانا از اورتون پسند آمده است و این هم در حالی است که از برای این بازیگر 55 میلیون یورو میخواهند کار کنند. شبکه فوت مرکاتو می نویسد منچستر یونایتد و بارسلونا نسبت بازیگری 22 ساله اشتیاقمند بوده آنها را آن آزرده نمی سازد که اورتون از برایش 55 میلیون یورو پرسان می شود. با تکیه به سرچشمه های نزدیک در کاتالانیا فوت مرکاتو می نویسد که بارسلونا علاقه با نمایندگان آنانا واخوری دایر کرده است. موندو دپورتیو هم اشتیاق بارسا نسبت آنانا را تصدیق می کند و گفته می شود که با سبب ناراضگی اورتون این ترانسفر زمستان عملی کرده نمی شود. اگر شود و ماه ینور امیو با پول بیشتر اورتون را به فروش مجبور نسازد پس تا تابستان بارسا از برای آنانا از یگان سرچشمه درآمد پول پیدا می کند. در حالی که دسته ناپولی بعد موسم قهرمانی در حال شکست و ریخت قرار دارد بازیگران این تیم هم یک تا از این تیم گریزانند. نفر اولی که از ناپولی بورانی قدم بیرون می کند الیف الماز است که برای عوض 25 میلیون یورو به ارب لیپزیگ می پیوندد. ژورنالیست فابریزیو رومانو بر آن است که باشگاه آلمانی علاقه برای نیم حمایتگری مرکزی 25 میلیون یورو پیشنهاد کرده است. همزمان گفته می شود که لیپزیگ علاقه با الیف در مورد شرط‌های قرارداد شخصی با موافقه رسیده به زودی گزارش عملی کرده می شود. این موسم بازیگری 24 ساله منتخب مکدونیای شمالی در 16 بازی ناپولی 2 گل به ثمر رسانیده است و اکنون فرصت آن رسید که در آلمان رفته با باواریا و زنبوران دورتموندی سر به سر شود. دسته مردمی از شهر مسکو با نام سپارتاک باشد آماده پرداخت 10 میلیون یورو از برای حمله‌ور فلومیننس جان کندی می باشد. اگر کلی گپ و کارها درست گیرند هم نام پرزیدنت 35 امریکا می تواند پیراهن سرخ و سفیدها را در تنش چین کند. با قول نتفلو با تکیه به معلومات ژورنالیست جورج نیکولو پرزیدنت تیم برزیلی به اگنت بازیگر خبر داده است که تا فینال چمپیونات باشگاهی جهان این موضوع را بررسی نخواهد کرد و اگر شود و آفتاب از سمت دیگر طلوع کند و برزیلیان منچستر سیتی را در فینال شکست دهند پس ارزش پیشنهاد به یک بارگی 20 میلیون می شود. قابل قید است که فلومیننس صاحب 50% حقوق با بازیگر بوده شرطنامه کندی تا ماه دکامبر سال 26 مهلت دارد در حالی که نرخ برزیلی طبق شرطنامه 50 میلیون یورو را تشکیل می دهد. امسال فوتبال بازی 21 ساله 26 بازی در چمپیونات برزیلیا گذرانیده 6 گل به ثمر رسانیده است ولی در فوتبال روسی این برزیلی شماره گل‌هایش را می تواند 6 مرتبه دیگر زیاد کند اگر که البته که پایهایش را خنکی زیر نکنند. آخرین موضوع قابل بررسی برنامه امروز اطراف شف بازارهای ترانسفری خود PSG چرخ میزند. پاریژیان این مورد بازیگر کارینتیانز گابریل ماسکاردو را بر عوض 22 جمعی 1 میلیون یورو خریداری میکنند. این هم در حالی است که نسبت این بازیگر بارسا، چلسی، لیورپول و آرسنال دعوا داشتند. گفت و شنیدها میان تیم پاریژی و باشگاه کارینتیانز در حال انجام یابی قرار داشته کلی چیز به استثنای درست کردن چند حجت‌های اخیر روی حل خویش را پیدا نموده است. سال 23 گابریل 18 ساله 18 بازی در چمپیونات برزیلیا گذرانده 1 گل و 1 پرتافت گلی دارد. اگر شود او در پاریژ 19 بازی گذراند و 2 گل و 2 پاس گلی روان کند این هم در ردیف آنی که پول‌های بزرگ خواهد گرفت برای پاریژیانی تشنه و زار در گرفتن جام لیگ قهرمان‌ها یک دولت است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.